هنرپیشه مردمی تاجیکستان مؤلف ترانه‌های مشهور تاجیکستان از من و ابروی مپران روز 21 میلیون سال 2024 در سن 76 از عالم چشم پوشید. پرده قاسم ماه‌های زیاد در بستر بیماری قرار داشت و به این دلیل فعالیت ایجادیش را متوقف کرده بود. نزدیکانش گفتند که مراسم نماز جنازه هنرمند معروف روز شنبه ساعت 2:00 در یکی از مسجدهای دوشنبه برگزار می‌گردد و در آرامگاه لوچوب به خاک سپرده می شود. یکی از پیوندانش بعض فلوس گفت که پرده قاسم چند مدت باز بیماری قند داشت، چند وقت باز تبابت می گرفت، گرده هایشون هم علت پیدا کرده بود. امروز 21 میلیون تقریبا ساعت 16:50 در خانه از دنیا چشم پوشیدند. گفته است او پرده قاسم 13 اکتبر سال 1947 در نویه ووسه به دنیا آمده. سال 1965 آموزشگاه جمهوریوی مدنی روشننمایی نویه لنین حالا کالج فرهنگ نویه رودکی را ختم کرده. بیش از 30 سال سراینده و رهبر بدیهی انسامبل ترانه و رقص شوده در قصر فرهنگ نویه 5 بود. از سال 1998 آوازخوان دسته رقصی لولا بود. پرده قاسم برای فعالیت ایجادیش با اردن نشان فخری سزاوار گردانیده شده. سال 1990 عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان و سال 2001 عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان را به دست آورده است. پرده قاسم به بعضی سرودهای خودش آهنگ نوشته، به ازبکی، ترکمنی، هندی، عربی، روسی و دیگر زبانها نیز ترانه‌ها خوانده است. او به افغانستان، ایران، یمن، اسپانیا و دیگر دولت‌ها سفرهای هنری انجام داده بود. اما بدون شک ترانه‌ای که از همه بیشتر پرده قاسم را معروف کرد تاجیکستان از منی می باشد. این ترانه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز خیلی خوش آمده بود و او چند دفعه هنگام این ترانه را خواندن پرده قاسم با او هم آوازی کرده است، از جمله در توی دامادی پسر کلونیش رستم امامعلی. تاجیکستان با